قبل از این کرونا چه روزایی رو گذروندی؟ چیکار میکنی؟ شیرموز درست میکنم. میخوای؟ نه نوش جان. مزه آبگوش میده. برای چی؟ دیشب آبگوش خوردم. خیلی پلشت و کثیفی تو عسقری. یه خطکش به من بده سیبم قاچ کنم. بخورم بدون نوش جانت. همون لحظه بود که یه مو تو دهنم احساس کردم. بخور. نصفش تو دهنم بود، نصفش تو لوزالمعده‌ام. بخور دیگه بخور. نصفش کنده شد، نصفش قورت دادم. ولی اون موه فرفری بود. موهای عمه که صافه. پس این مو مال کیه؟ اکبر جان سرریز بیار. ارادت اکبرم. اکبر جوجه؟ نه، اکبر ناشور. اکبر ناشور جان سرآشپز جدیدمون هستن. عقیده دارن که مواد غذایی باید ناشسته و ناشور باشه که طعم واقعیش رو احساس کنیم. چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسید. ولی امروز 9/9/99 حاضرم شیرموز عسقری و یه پرس موی اکبر ناشور بخورم ولی کرونا تموم شه. راستی 13 1400 کجای خونه بشینیم با صفاتر باشه.